سلام خدمت شما. نحوه کارکردن دستگاه تراش رسومات. ابتدا فریم که خط عکسش رو کشیدیم به این صورت یک علامت پیداش هم می‌زنیم. این قسمت باید با این سوراخ بشه. دستگاه رو روشن می‌کنیم. به این صورت سه تا نقطه باید وسط همین خط سوراخ بشه. این خط بزرگم که پیدی رو تشکیل میده. یعنی همین سوراخی با خط موازی باید انجام بشه. خب مرحله بعد کار با دستگاه سنتروسکوپ. سنتروسکوپ کارش چیه؟ کارش چسبوندن این چسبونک روی محور یا سنتر عدسی. مرکز عدسی. کارش همین. یعنی شما با دست میتونید رو بچسبونید. ولی خیلی از همکارا استفاده میکنن، خیلی میخوان مرکزی بکنن، از این استفاده میکنن. خب کارشو بهتون میگم. مدل‌های مختلف سنتروسکوپ هست. حالا یه نمونه قدیمی اینجا داریم که روی این دستگاهمون هست. اینو براتون توضیح میدم. ببینید مرحله اول که لامپ دستگاه رو روشن کنیم، این کلیت کناری مربوط به لامپ پشت سنتر است که الان اون خط به اضافه که الان مربوط به مرکزمونه، این عدسش پولاریزه. الان خاموشش کنم، اینو می‌بینید. این مدرجه که اینجا هست با بالا پایین کردنش میتونیم سنتر رو به سمت چپ و راست یا بالا و پایین تغییر بدیم. از اونجایی که ما روی الگوی خودمون دقیقاً مرکز یعنی توی پی دی سوراخ کردیم، خب نیاز به جابجایی نیست. برای این کار اول روشنش می‌کنیم. اون سنتر رو قشنگ میاریم مرکز به این صورت. الان که مرکز شد، کار چسبوندن پن انجام میشه. اینجا من عدسی که بذارم یه خطی از خود عدسی دیده میشه که خط رو مماس با اون مرکز سنترمون مماس می‌کنیم. بعدی که قبلا چسب دور روش چسبوندیم در محل خودش که اینجا هست قرار میدیم. به این صورت اینجاست. این باید فیکس بشه. بعد این میاریم اینجا. به این صورت این روی مرکز عدسی ببینید خیلی راحت نصب میشه. و این شیشه راست مثلا میذاریم تو دستگاه برای تراش عدسی راست، عدسی چپ هم به همین صورت اندازه‌گیریش انجام میدیم. روی عدسی‌ها ما استیکر می‌چسبونیم یا یک چسب 2 سانتی یا چسب 5 برای اینکه عدسی اکثرا هیدروفوبیکه مانع از چرخشش بشه. حالا شما از چه چسبی استفاده می‌کنید؟ این چسب دوران خودش مهمه، کیفیتش بالا پایین به چرخش عدسی اینا خیلی ربط داره. اگه این چسب خوبی نباشه قطعاً توی تراش چون آب می‌خوره به عدسی و به چسبا محور میچرخه و خب تراش شما عملاً ضایع میشه. واسه این نکته دقت کنید که حتما چسب خوبی استفاده کنید. خب قسمت بعدی مربوط به تراش عدسی که با دستگاه اتومات انجام میشه. این قسمت شیپ خور یعنی الگومون قرار میگیره و این قسمت هم عدسی. دکمه‌هایی که نیاز هست برای توضیح دادن، خب از سمت چپ سلکت یعنی دستگاه رو روشن می‌کنیم. صدای فنمون بوردش هست. سی آر یعنی پلاستیک، جی ال هم که گلاس یعنی شیشه. یعنی این دو تا چیز رو داره که سنگ شیشه پلاستیک میشه، این سنگ شیشه هم میشه. سنگو کاملا مشخص کنه. این قسمت مربوط به متال فلز یا پلاستیکه که بهش کاری نداریم. این قسمت تمام فریم و این فریم که باهاش عملیات تراش انجام میدیم. پرس فک هست که 1 2 3 داره. هرچی بیشتر بشه خب عدسی رو محکم‌تر میگیره. سایز عدسی، قسمت تست برای موتور کار میکنه و آب می‌پاشه. این قسمت استفاده میکنیم. اویلیبل برای تراش نهایی. استارتمون هم که این قسمته که عدسی رو نصب کردیم، قسمت راست و چپ رو. این برای استارت. هر جا مشکل خوردن از دکمه استاپ استفاده میکنیم که بلند میشه میره سر جای خودش میشینه. دیامتر هم که حرکت روی سنگ رو ما مشخص میکنه که اگه عدسی ضخیم‌تر بود بتونیم با این دگمه کالیبر رو به سمت چپ یا راست ببریم که روی سنگ قشنگ قرار بگیره برای تراش دادن. دیدن که دگمه چفت بست فک هست که به این صورت نگه می‌داریم و فک کامل محکم میشه. و با دست باز نگه می‌داریم فک کامل باز میشه. بریم برای تراش. خب در قسمت تراش باید دو نکته رو کامل رعایت بکنیم که تراش خوب بدیم، مخصوصا توی تمام فرمون. اگر بالفرض ما یه الگوی اینجا گذاشته باشیم، کلیج با دستمون بلند می‌کنیم می‌ریم سمت چپ، خودش می‌دیم برابر. اینجا روونه یعنی داره کار می‌کنه. اگر به یک طرف شیب داشت یعنی سوق داشت به سمت چپ راست، این درست نیست. باید قشنگ هر جایی که هولش میدیم همونجا وایس، یعنی میزون مرتب صاف و کالیبره که اگه ترازی میذارین یا اینجوری اگه تست کنید که بهتره. حتی یک کوچولو به سمت چپ میتونه باشه برای اینکه قشنگ توی شیار ویزوتا قرار بگیره. این نکته بعدی در موقع تراش وقتی الگو رو میخوام قرار بدیم روی قسمت به اصطلاح شیپ خور، ببینید این عدسه راست رو سوراخ کردیم. اگه نوک دماغی که اینجا باشه به سمت خودمون باشه میشه چشم راست، برعکسش بکنیم میشه چشم چپ. پس ما الان میخوایم راست رو تراش بدیم به این صورت. این شکلی رو می‌بندیم. یک پیچی هم داره که اگر الگوی نازکتری مثلا داشتین، حالا اینکه ضخیمه بعضی فرما شیپ خودش الگوش خیلی نازکه، مسلما موقع تراش احتمال لا خوردن و تاپ برداشتنش هست که تراش خوبی ما نمیده. باید یک کمکی پشتش مثل یک فلزی یا یک شیپ دیگه کوچیک‌تر تراش بدیم از اینکه پشت این بذاریم موقعی که بستیم این شیپ لا نخوره. حالا اینکه ضخیمه ما باش کار نداره. الگوی پدی که روی عدسی هم چسبوندیم به همین صورت، اگر چشم راست بوده به این صورت می‌ذاریم اینجا. روی شیار خودش قرار می‌گیره، دستمون روی کلید نگه می‌داریم و کامل اینو می‌بندیم. خب پلاستیک سی آر تمام فریم درسته، بعدم فشار روی 3. تراش حالا برای اولین بار ما یکم بزرگتر می‌زنیم که کوچیک نشه. دکمه استارت یا رایت یا هر کدوم بزنیم شروع می‌کنه به تراش دادن. اینجا میره سنگ اول، تو سنگ اولی رفت یعنی پلاستیکه دیگه باهاش کاری نداریم، فعلا تا تراش تمام شه. حتی آکسی که کشیدیم روی عدسی نشون میده که عدسی ما الان شغاله نشه. از این تراش این نکته قابل دیدنه و اگر موردی برخوردیم که خدای نکرده عدسی چرخید یا هر اتفاقی افتاد استوپو می‌زنیم
که بیاد بالا، یا با دست اون کلیه رو بلند بشه میره برای تراش دیزل. این دستگاه خیلی سنگش عالیه، تو سنگ بزرگتری داره، سرعت تراش هم خیلی بالاست، یعنی وقتی که میذاری تقریبا زیر 3 دقیقه تراش رو ما تحویل. من حالا فیلمو نگه می‌دارم تا کار تراشمون تموم بشه و ببینیم میاد بالا خودش و میرسه. یک اهرامی اینجا داره که روی وسط باشه، اگه بره بالا فشار بیشتر میاره روی سنگ عدسی که عدسی رو زودتر تراش کنه. روی وسط باشه بهتره. عدسی رو راحت از اینجا برمی‌داریم. تراشی که بهمون داده روی با یک پشت ماهی غیر تمیز روی عدسی روی عینک نصب می‌کنیم و بقیه داره. خب شیشه سمت راست نصب شد، خیلی راحت، خیلی دقیق، مرتب. حالا من الان سایزی که زده بودم قبلا 320 بود، الان 350 گذاشتم که گفتم این مقدار بزرگتر بزنه. مشکل البته این الان خودش دقیق بود ولی فیکسش کردم روی اون عدد که مشکل پیش نیاد. و پد رو بعد میتونیم راحت به این صورت جدا کنیم. اولین کاری که بعد از شیشه راست تراشش انجام شد انجام میدیم اینه که این الگو رو به این صورت خیلی یواش که ترک نکنه در میاریم و سریع اینو برعکسش میکنیم که دوبار چشم راست رو تراش ندیم ضایعات بشه. اول که اینو چپش کردیم عدسی چپ رو میذاریم با رعایت همه پارامتراش و فک رو میبندیم. فک که بسته شد با همون عدد شروع میکنیم به تراش شیشه. فشار روی 3 بذارم. یعنی اینجا ما میتونیم از این دیامتر استفاده کنیم و به مقدار این اومدیم بالا اینو بیاریم سمت چپ. خب برای عدسه‌های شماره بالا خیلی کاربرد داره. چسبی که روی عدسه میزنیم خیلی مهمه برای عدسه‌های سکوریت و کوبیک به 1.74 تا 67 اونی که رسول لایه هیپوکوبیکی قوی دارن و احتمال چرخشش هست، این چسب خیلی مهمه. از چسب استفاده کنیم. حالا نمونه‌های مختلف تو بازار هست. من این از این عدسی از این رول سفید استفاده کردم که اینه برای این مدل‌های سبزش جنس خوبش رو پیدا کنید که ابروشی ها مناسب‌تره. نیاز نیست هزینه خیلی بالایی بدید برای چسب دورو. البته این مدل پدش فوق‌العاده است و جزو کیفیت خیلی بالایی و عدسی اصلا نمیچرخه. فک دستگاه و پدش خیلی مهمه و سنگ دستگاه که عدسی رو نچرخه. عدسی چشم چپ هم برمی‌داریم و تمام. خب تراش ما انجام شد. حالا عدسی رو تمیز می‌کنیم همین چی مرتبه. یه نکته یادم اومد، زمانی که عدسی رو تراش کردیم و دیدیم بزرگتر از اون چیزی که می‌خواستیم میتونید دوباره بذارین سر جاش بدون که چسبو بکنید. دوباره بذارین سر جاش، دو سایز مثلا کم کنیم و از این ویبریبل یا دی استفاده بکنیم. نهایی محل نهایی رو دوباره انجام میده. حالا پیشنهاد می‌کنم اگه خیلی کمه با دست بگیرید، چون احتمالی که موقع چسبوندن یا چفت شدن فک مقداری از اون پده جابجا بشه و اون 1% باعث بشه که عدسی رو بیشتر کوچیک کنه. حالا شاید هم کوچیک نکنه، مخصوصا تو چسب دورا که اصلا اتفاق نمیفته. توی پدای وکیومی تو اون اتفاق میفته اینجوری. و اینکه خب خیلی از همکاران میان با همین ویزات این تستو میزنن با این میگیرن. خب این امکانی که به دستگاه بعدن آسیب بیشتری برسه هست، به خاطر که زودتر کثیف میشه، زودتر جر میگیره، آب میخوره. یک دستگاه ویزات سنگی چیزی کنار دستتون باشه که از این حرکت از اون استفاده بکنی خیلی بهتره و عمر دستگاهتون بالا میره. آب دستگاه اگه به شهر وصل بشه خیلی بهتره. حالا ما اینجا از سطر پمپ خودش استفاده کردیم، ولی به شهر وصل بشه قطعاً بهتره و فاضلاب بره. آب دستگاه همیشه تمیز روی سنگ میپاشه و مشکلی برای دستگاه پیش نمیاد.